بحث اون شب تا 2 شب که ما داشتیم یکیشی بود بالاخره کی میشه؟ آشا مشتبه قزوینی حرف زده، بزرگان اون زمان حرف همه اونا گفتن این سید انقلابش شکست نمی‌خورد و به انقلاب جهانی حضرت مهدی علیه السلام همه فهمیدن وصل میشه. حالا یعنی واسه آخر زمانه یه نفر خلاف اون نگفت. شما بررسی رو باید تک تکشون گفتن انقلاب چیز میشه، انقلاب پیروز میشه. همه سید رو برگشتن گفتن این از شاه هم بالاتر میشه، ولی شکست ناپذیره که در دوره تا الان بحثی که آقای علی کورانی آیت الله هست حکومت عربه، ایشون در کتاب جهان در عصر ظهور یک کتابی داره مثلا میگه که من نمیدونم اون سید خراسانی که به ولایت و رهبری میرسه با امام زمان هست همین آقا سید علیه یا یه سید علی دیگریه. ولی در تمام کتاب بحث و فصل داره میگه به زلس و قاطع نمیدونم اینه یا اون یکی دیگه. اما خیلی ها میگن نه همین دوره هست، فقط تاریخش نمیدونیم. میگه همین دوره هست، تاریخشو دقیق نمیدونیم. بالا پایین چند سال دیگه، 10 سال دیگه، 15 سال دیگه اونو نمیدونیم. به اطلاع عاشق مشتبه قزوینی در سال 1333 فرمود که والله تالله بالله این محمد رضا این شاه آخرین شاه ایران است. در این مشهد هم کلاس است فقط برای طلبه ها گفتن قربان دیگه چی؟ فرمود که بعد از این شاه سقوط کرد همین عمر الله که میگفتن یا امانه بود در حضرت امام خمینی میگفتن همه عمر الله ایشا میشه رهبر ایران. گفتن همین الله اونا گفتن آقا شاه الان در اوج قدرت سال 33 بخارایی ها رو شهید کرده، همه رو کشته. آقای خیلی نظر هست چی میفرمایش کن؟ گفت بله قسم کن. گفت این آخرین شاه ایران رو دارم با سوال دارم. گفتن یه چیز دیگه بود تازه ما. گفت همینقدر میتونم اجازه بیشتر از این ندارم، ولی برای خوشنودی و خوشحالی دل همه شما این عرض بکنم که اون انقلاب که رخ خواهد داد، حالا 33 بود فقط بگه حالا 57 که حالا نمیدونیم بعدا میگه رخ خواهد داد، اون انقلاب شکست نمیخورد تا به انقلاب حضرت مهدی علیه السلام وصل میشه. بعد دلیل آوردن بزرگان که آقا بنی صد خواست با امام خمینی در بیفته که ور افتاد آواره شد رفت خارج با لباس زنانه رفت. لباس زن بند نیست، ولی این مرد آخه حق نداره خودشو مشتبه زن کنه. تو توهین داریم به زن نمی کنیم. با لباس زنانه یعنی مثل سیبلای خودش تراشو مثل اینجوری یعنی چی؟ رفتی تو هواپیما با لباس زنانه فرار میکنی. یه آقای دیگری به نام آقای قطب‌زاده و صدا و سیما بود که کارهایی جز گروه باندی که میگن امام چیز میکنن بکشن، خودش کشته شد. دو در زمان نمیدونم اصلا دیگه تک تک اینا رو شما بگو اشخاصی که قصد و اراده ای بد همه دونه کشته شدن، حتی سازمان منافقین.